خب سلام و ارادت. امروز جمعه 10 جولای 2026 و اومدیم که ما هم فارکس رو تحلیل کنیم. اوکی. قبل از این ویدیو رو شروع کنیم من یه نکته خیلی مهم بهتون بگم. توی بازار هیچ کس دوست شما نیست و تنها چیزهایی که به شما اینجا کمک میکنن موسته، لپتاپته و اینترنتی که بهش وصلیه. و یکی از ابزارهایی که خیلی بهت کمک میکنه اینجا صبر توه. صبرت موقع گرفتن پوزیشن. اصلا واسه این داستان عجله نکن. بازار همیشه هست. این پول توه که هیچ وقت نیست. اوکی؟ این پول تو همشون نوسانه. بعضی وقتا هست، بعضی وقتا نیست. خب حالا با علم اینکه این چیزا رو میدونیم، بریم اخبار رو چک کنیم ببینیم چه خبره. امروز جمعه 10 جولای. ترازنامه فدرال رزرو که اومد که هیچی با این کار نداریم. شاخص بهای مصرف کننده. آقا من یه چیزی در مورد شاخص بهای مصرف کننده بهتون بگم. آقا شما اولین چیزی که حس میکنین که میفهمین تورم بالا رفته یا نه چیه؟ موقعی که میخوایم بریم فروشگاه خریدی بکنیم و این ارتباط مستقیم داره با اینکه اون کشوره تورمش چقدره. این تورمی که مصرف کننده و مردم اون کشور دارن حسش میکنن. خب نرخ قبلش که منفی 2 بوده، الان منفی 3. آقا یعنی چی؟ یعنی که جنس قیمتش ارزون شده. خب یعنی تورم کم شده. پیش بینی ها میگن که قرار تورم از توی یورو کمتر بشه. این داستان خبر. بعد حالا تورم کم بشه، خب اون ارز تقویت میشه. یعنی یورو یو اس سعودی میشه. فرضاً دارم میگم. بازم ممکنه این عدد یه چیز دیگه بیاد. بالاخره بازم عدد فعلیشو نداریم چون نیومد اصلا 9.5 میاد. الان ساعت 5:30 صبح. بعد ساعت 16 که میشه ساعت 4 بعد از ظهر تغییرات اشتغال و نرخ بیکاری. نرخ بیکاری خیلی مهمه. نرخ بیکاری کانادا خیلی مهمه که پیش بینی میشه ثابت بیاد. اوکی؟ پیش بینی میشه که ثابت بیاد. و این خب تاثیر داره. هرچند نرخ بیکاری بیشتر باشه اون کشور تورم بیشتری خواهد داشت و اون ارز تورم بیشتری خواهد داشت. کار با اینا کار نداریم و تا شب خبر خاصی دیگه نداریم. البته این در صورتی که آقای ترامپ نیاد مثلا به که با ایران داریم صلح میکنیم. اوکی؟ اینجوری بازار تغییرات ایجاد میشه تو بازار. خب حالا اینا رو گفتیم، بریم سراغ DXY. پس حواستون به خبر باشه که امروز ضرر عجیب غریب نکنید سر این داستان. خب DXY چارت هم لود بشه. اوکی. من برم تایم فریم یه ساعته. حالا DXY چندیم؟ DXY خب ما یه لگ نزولی داشتیم که اینجا کفمون بود دیگه. اوکی. از اول متولد اینجا کفمون بوده. خب عقب‌تر باز یه کف پایین‌تر هم داشتیم. حالا از اون کار نداریم. واسه اینجا ریختیم. بعدش اومدیم یه روند جدید درست کردیم که میشه اصلاح این روند بزرگی که از اینجا شروع شده. اوکی. و الان تایم توکیوه. سشن توکیویم هنوز. با اینکه سشن توکیویم روند خیلی خوبی داشتیم. این نشون میده که بازار ما توی تایم فریم لندن احتمال زیاد رنج خواهد بود. چیزی که از سشن ها میدونیم تایم توکیو بیاد رونددار بشه، سشن لندنمون قرار رنج باشه. پس آقا تایم کلا میذاریم کجا ترید میکنیم؟ بیایم تایم نیویورک. معمولا این شکلیه. بیا بهت نشون بدم. بیایم تایم 15 دقیقه. تریدینگ سشنز. خب کجا رو بهت نشون بدم؟ حالا اینجا که مثال نقضشه ولی بازم در روند عجیب غریبی نداشته. نیویورک خیلی بهتر روند داشته. اینجا دیگه کجا رو نشون بدم؟ آها اینجا روند داشتیم توکیو رنج زدیم، روند بیشتر تو نیویورک بوده. توکیو روند داشتیم، لندن روند داشتیم، نیویورک باز رنج زدیم. حالا براتون مثال نقضش هم هستی. حالا 100% یه چیزی درست نیست.
ولی که کمی عقب‌تر هیچی روند نیستیم. روند داشتیم، رنج شد زدیم اول، که بعدش با زور روند با استارت نیویورک با زور روند داشتیم. همین بسته. برو بزنیم گذشته بازار نگاه کنید، اکثر این داستان درست بود. خب در اکثر اوقات این داستان درست بوده. و اینکه خب ما احتمال میدیم که اینجا احتمال میدیم که همینجوری روند داشته باشه، روندش دست نده، باعث میشه که لندنمون تقریبا رنج باشه. حالا ما چیکار میکنیم اینجا؟ دو تا سناریو خلاصه واسمون پیش میاد. چه سناریویی؟ بذار من سشون آف کنم. این که الان مداد من کجاست؟ مداد من رو بدین لطفاً. خب سناریو اول اینه که آقا این بیاد تا اینجا، این داده بیاد. سناریو اول اینه که این بیاد اینجا تو همین تایم یه مقدار واسمون رنج بزنه اوکی تا لندن تموم بشه، یا آخرای لندن دیگه بیایم مثلا یه بریک اینجا بزنیم و اینجوری شارت بریزیم تا 100. اوکی 100.3 تو دی ایکس 5. حالا من درستش کنم. این یکی از سناریومونه. سناریو بعدی اینه که آقا بیاد بخوره به اینجا بعد برگردی بیاد بالا. سناریو بعدی اینه که بیاد رنج بزنه بعد از اینجا بشکنه، از اینجا باید بیاد بالا. اوکی یه داستانی هست که اینجا باید رنج تشکیل بشه اول، بعد بدونیم تشخیص بدیم که کدوم هم قرار بره. پوزیشن سل رو کی میگیرن؟ پوزیشن سل یعنی پوزیشنایی که در جهت نزول دی ایکس 5 باشن اون که میگیرن در صورتی که اینجا یه رو باکس تشکیل بدیم توی تایم فریم 5 دقیقه و با شکست از پایینش توی تایم نیویورک بشینم رو جفت عرض بشینم پوزیشن باز کنم. اوکی این از این. یکی بیا اینجا یه ریاکشن خوب بده، من دو تا این گلف ببینم اینجا، بعد بشینم اینجا واسه لندن پوزیشن باز کنم، پوزیشن لانگ باز کنم، یعنی شورت یورو اس تی میشه دیگه، فرقی نمیکنه. خب این داستان دی ایکس 5 که بهت گفتم چیکارش میکنیم. بریم یورو اس تی چه خبره؟ یورو اس تی دقیقاً برعکس همینه دیگه. یورو اس تی دقیقاً برعکس همینه. آقا بیاد اینجا. سناریو اول اینه که پچ من بره. آره بیاد اینجا. خب بعد اینجا برگرد. اوکی سناریو اول. سناریو دوم اینه که بیاد اینجا اینو بشکنه تا سطح بعدی بره. اوکی تا سطح بعدی بره اینجوری. ایوا بگیر تو هم دیگه. نه که سطح بعدیش میشه اینجا. اینا بنده خدا. بعد این از این یعنی که بیاد اینجا رنج درست بکنه. اینجا در محدوده خودتو به یک کلی سمتا بشکنه، یا به این سمت که سناریو دوم میشه، یا اینکه بیا اینجا دوباره بشکنیم بیم داخل. اوکی پس این شد سناریومون روی یورو اس تی که کی قرار سل بگیریم که قرار بای بگیریم. این سراغ ایکس یو اس تی پیر محبوب فارکس، سوپر حساب فارکس. خب چی کار میکنیم روی مچه چی کار میکنیم؟ آقا اینجا توکیوش رنجه. ایول خوشحالیم. بس توکیو رنجه، پس یه لندن سعودی خواهیم داشت، یک لندن رواندار خواهیم داشت. پس اوکی چی کار میکنیم؟ آقا این تریگر دارم اینجا، من با شکست اینجا پوزیشن میگیرم. من یه پوزیشن در جهت لانگ میگیرم که اینجا یه احتمال اینم قرار نزولی باشه که با این کار نداریم، خود طلا ساختارش نزولیه و اینکه خود طلا ساختارش سعودیه، با دی ایکس 5 فعلا کاری نداریم. و خب اینو بشکنه ما تا اینجا یه پوزیشن میگیریم تقریبا یه هاردور مثلا 2 رو ما میریم. اوکی مثلا اینجا تارگت بزنیم، اینجا اصلا بزنیم، اینجا تارگت بزنیم، اینجا یه دونه
تارگت 2 به ما میده. اوکی که این فیبو روند بزرگ است که کار دیگه که میتونیم بکنیم اینه که تارگت بذاریم اینجا. خب تارگت بذاریم اینجا دیگه به پوزیشن دوممون نمیرسیم. اوکی من میخوام که اون پوزیشن دومی که تو تایم نیویورک میگیرم روی یورو یو اس دی رو داشته باشم یا جی پی یو اس دی رو داشته باشم. و خب آره پس چیکار میکنم؟ پس میام اینجا یه پوزیشن میگیرم، تارگت اینجا، استاپ لاس اینجا. خدا بده برکت یارو مارو. بیشترم تمام نمیکنم. بعد اینکه آره یورو یو اس دی هم میگفتم چیکار میکنیم. این احتمالاً این سناریو اتفاق بیفته امروز. این سناریو چون روند عجیب غریبی داشتیم تو توکیو و اینکه همین این داستان تحلیل آماری جی پی یو اس دی هم با هم تحلیلش بکنیم. این نگاه کنیم پوزیشن دیروز رو اصلا کیف کنیم. اصلا دیروز اگه با من میبودیم که اصلا سلطنت میکردیم. هاروارد چند بهتون داد؟ خدا وکیلی هاروارد 4 رو بهتون داد. دقیقا همون تایمی که من گفتم، همون تایمی که تحلیل گذاشته بودم، ساعت 4 یه هاروارد 4 بهتون داد. و اینکه خب الان چیکار کنیم؟ روند کلی سعودیه. اوکی توکیومون خیلی عجیب غریبه. من ترجیح میدم که لندن فعلا پوزیشن باز نکنم، ولی شما اگه یه ساختاری دیدین با شکست اون ساختاری میتونید در جهت بای پوزیشن بگیرید که تا اینجا میتونه تارگت خوبی باشه. 34816 میتونه تارگت خوبی واسهتون باشه. و اینکه همین دیگه، همین چیز خاصی نداریم. من میگم از ترجیح میدم که من لندن باز نکنم روی یوروسی، لندن برم ایکس یوروسی باز بکنم تا اینکه یه ریوارد 2 خوب بگیرم. استوپم شد فدای سرم، جدی فدای سرم. و خب همین شب و روزتون خوش. امیدوارم که تو این بازار با ما زنده بمونین. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم بکنین از من. و اینکه چیزی بزنم نمیرسم. فعلا بدرود.